جوری که این صندلی از من نگهداری کرده. در حین رانندگی من آرزومندم که شریکای زندگیتون و پدر مادراتون همینجوری نگهداریتون کنن که نذارن آب تو دلتون تکون بخوره. V12 یا موتور 12 سیلندر کمترین روزا به چشمون میخوره. میباخ S680 مجهز شده به یه موتور 6 لیتری توین توربوچارژ 12 سیلندر، قدرت 610 حسب بخار تولید میکنه، گشت آورش هم 900 نیوتن متر. گیربکس 9 سرعت اتومات هم داره و سیستم آل ویل درایو یا چهارچرخ محرک یا فرماتی که مرسدس روش قرار داده شده. علامت ستاره سپر مرسدس وقتی داری رانندگی میکنی تمام وقت جلوی چشمت و بسیار لذت رانندگی با این ماشین رو بیشتر میکنه. تو این قسمت تمامی سنسورهای مربوط به رانندگی خودران این ماشین قرار گرفته. سایز رینگامون که طراحی مخصوص میباخ داره، توی این مدل 20 اینچ، امکان انتخاب سایز 21 اینچ هم داریم. اما باید حواسمون باشه اگه سایز 21 اینچ برای این ماشین انتخاب میکنیم، سیستم حرکت چرخشی قسمت عقب رو محدود میکنیم به 5 درجه فقط. 30 تا اسپیکر برند برمستر روی این خودرو قرار داده شده. یه صفحه نمایش هداب دیسپلی بسیار بزرگ با وضوح تصویر و با تموم جزئیات. یعنی اگه شما در مسیریاب دنبال نقشه بگردین، به راحتی مسیر رو روی هداب دیسپلی بهتون نشون میده که نخواین چشمتون رو از مقابل بردارین. عایق بندی داخل کابین به حدی بالاه که بعضی وقتا من اصلا فکر میکنم آیا ماشین روشنه. برای رسیدنش از سرعت 0 به 100 این غول 12 سیلندری حدود 4 ثانیه زمان لازم داره. وقتی به سمت ماشین میای به صورت اتوماتیک درب ماشین برات باز میشه و وارد این قصر متحرک میشی. طراحی این ماشین کشیده تر از مرسدس بنز اس کلاسه و نکته‌ای که باید بهش توجه کنی، در مرسدس بنز اس کلاس این قسمت شیشه جزئی از دره، اما توی میباخ این قسمت از شیشه جزئی از پیلار سی این خودرو هست. طول این ماشین 5 متر و نیمه، ولی از اونجایی که مجهز شده به سیستم چرخش چرخهای محور عقب، همونطور که مشخصه این ماشین 5.5 متری فقط به یه چیزی حدود 11.5 متر احتیاج داره تا چرخش کامل رو انجام بده، مثل یه ماشینی که حدوداً 4 متر و نیم طولشه. انقدر راحته که داشت خوابم میبرد. اگه بعد از یه روز کاری خسته کننده وارد ماشینتون بشین، به این راحتی میتونین استراحت کنین. تازه فقط کافیه که دستتون رو به سمت جسچر مودش ببرین و قسمت سانروف عقبم باز میشه براتون. به همین راحتی ماساژور صندلی رو فعال میکنین، ونتیلیشن رو فعال میکنین و به موسیقی مورد علاقتون گوش میدین تا به مقصد برسید. به به باریکلا، خسته نباشید. آفرین آفرین. هر کدوم از این صندلی‌ها مجهز شده به بیش از 25 تا موتور الکتریکی. وظیفه خاصی به عهده دارن. یه سریاشون ماساژورن، یه سریاشون وظیفه خنک کنندگی، گرم کنندگی رو دارن و یه سریاشون هم وظیفه اینو دارن که راننده و سرنشینان رو به خوبی روی صندلی نگه دارن که نذارن کوچکترین آبی توی دلشون تکون بخوره. مثلا همین الان که من دارم میپیچم توی این پیچ، لمبر ساپورت یا قسمت‌های کناره‌ای قشنگ باد میکنه و منو سر جام نگه میداره. من آرزومند یه همچین نگهداری بسیار زیبایی از طرف والدین و شریک‌های زندگیتون هستم که نذارن آب تو دلتون تکون بخوره. برای باز و بسته کردن درم اصلا لازم نیست زحمت بکشید. یا دستتون رو به سمت داخل اینجوری میکنین یا این دکمه رو فشار میدین، در بسته میشه. چون در عقب این خودرو خیلی کشیده است و سنگینه. تمامی امکانات رفاهی برای سرنشینان ردیف دوم این خودرو فراهمه. قیمت این قصر متحرک مرسدس در بازار امارات
از 1,160,000 درهم شروع میشه.